سلام و وقتتان بخیر. حکومت افغانستان ادعای اسلام آباد مبنی بر حمایت هند از تروریستان در خاک افغانستان را رد کرد. وزارت امور خارجه میگوید یک هیئت ملل متحد این ادعای بی اساس پاکستان را تحقیق کند. جنبش پشتونهای پاکستان یک جلسه بزرگ مردمی را در منطقه میرانشاه وزیرستان شمالی برگزار کرد. منظور احمد پشتین رهبر این جنبش گفت هدف از برگزاری جلسه تقویض ظلم نیروهای پاکستانی بالای پشتونها می باشد. وزارت امور داخله میگوید در جنگ‌های ماه‌های گذشته هلمند و کندهار 352 جنگجوی پاکستانی شرکت کرده بودند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت افزوده است بیشتر این جنگجویان از سوی نیروهای افغان کشته شدند. وزارت معارف تاریخ رخصتی مکاتب در زمستان را اعلام کرد. این وزارت میگوید به سبب افزایش سردی مکاتب از صنف اول الی ششم به تاریخ اول قوس و از هفتم الی 12 در 15 قوس رخصت خواهند شد. و امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور میگوید به قوه قضاییه پیشنهاد کرده است که محکمه مجرمین بازداشت شده را علنی برگزار کنند و فامیل‌های متضررین به صورت شاهدان حضور یابند.